фариза норматова сокини шаҳри гулистон буда соҳиби 5 фарзанд мебошад. ӯ зиёд ба хушунати оилавӣ рӯбарӯ шуда саломатиашро аз даст додааст. фарзанди калонии вай дар синфи 4 мехонад. 4 кӯдаки дигараш шабу рӯз дар хона ҳастанд, чунки барои ба кӯдакистон додан шароити иқтисодӣ надорад. дугоникҳояш ҳасану ҳусейн 2 солаанд ва дар гавҳораи шикастаю фарсуда мехобанд. Mana این خانه کندم. یخت خانم دوتا گاوهاره منی گاوهاره از شبابی شرایطم نبودم و نیم چوب کتی این گاوهاری بسته موندگی. دوتا گاوهاره بودم و این گاوهاره نمیبندم دوتا مایده میبندم. فریزه از همسر یکمش با 2 فرزند جدا شده نخواست دوباره شوهر کند، اما نگاهی درشت اطرافیان نسبتش زیاد شد و مجبور گشت دوباره شوهر کند. از شوهر دوم صاحب 3 فرزند گردید، اما بختش نابرار شد و با 5 کودک در کوچه ماند. خواهر دوگانیک‌ها محبت نام داشته حالا 1 ساله است و از سبب نداشتن گوهره در زمین میخوابد. فریزه با 5 کودک در خانه اجاره عذاب وزنی ندارد. او سبب اجاره نشین شدنش را در راه نیافتن به خانه بابایش میداند. بعد مرگ پدر در خانه بابایش راه نیافت و رو به اجاره نشینی آورد. فریزه گفت سال 2009 در راه ناحیه شهرستان دچار صدمه موتیشه شد که سلامتیش را از دست داد. 1 سال کامو رفتم. دکترها گارانتی نداده بودن که اینکو نمیشه دیگر گفته. انا خداوند عمری دوباره دادگی بس که با برگشتم حیات بر. من پشتی سر من دیمتونم های خون برام دیگه میقطقی میگی یخت شدگی. عصبی من سرم کشته میبیام. وقتی سرم میکشد از من دوتا گوشم که خودی کاربن وان کردی میستاد دوتا گوشم. اما دیچینی هم نیمکارم موندگی. معاون مرکز زنان گلرخسار صباحت باباجان و گفت مرکز مذکور 27 سال است برای زنان خشونت دیده خدمت رایگان و مخفی میرساند. دوام 9 ماه سال روان 1926 نفر مراجعت خطی و شفاهی کردند که شمار بیشتری آنها با معمای روانی و حقوقی دچار شدند. سال 2005 پناهگاه موقتی برای زنان جبر دیدگان خشونت خانوادگی و فعالیت آغاز نمود که این در جمهوری تاجیکستان اولین پناهگاه موقتی در ولایت سوخت از آن همین پناهگاه موقتی مرکز زنان گلرخسار است و با آن زنهایی که جبر دیده خشونت خانوادگی هستند، زنهایی که در حالت بحرانی قرار دارند یا اینکه زنهای تنهایی که در عرفه جداشوی قرار دارند به واسطه کورس ریابیلیتاسیونی برقرار شوی را میگذارند و آنها این کورس آموزشی را گذشته به حیات با دیگر با چشم یک نگاه میکردگی میشن. فریزه نورماتова سال 2010 اویله‌دار شد و 12 سال در محیط خشونت اویلوی عمر به سر برد. شوهر دویمش به 3 فرزند خود همگی 500 سومانی الیمنت میدهد که حداقل به خوراک آنها نمیرسد. فریزه گفت مردم گاه‌ها کمکش میکنند، گاه‌ها طعنه و ملامت کرده میگویند شرایط نداشته باشی برای چی 5 فرزند را به دنیا آوردی؟ نورمال ما اگر این روز میدونستم مثال همین قدم قطار نیو خودم موافقه گفتم فرزندم نمیتی خود. نورماتова گفت از یگان نمود مهنت حلال شرم نمیدارد و آماده است کوچه‌روبی، تمیزکاری یا کاری دیگر را کند. تنها برای این سلامتیش برقرار شود کافی است، زیرا سری هر قدم شنیدن نصیحت و طعنه‌های مردم او را روحاً عذاب می‌دهد.